خوش اومدید به کافی فیلم. قرار داخل این ویدیو 2 تا سریال کره جدید بهتون معرفی کنم. به نظر من بهشون داره کم توجهی میشه، با اینکه خیلی قشنگ و عالی هستن. بریم با هم ببینیم چه سریالایی هستن. اولین سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال دفترچه راهنمای رزیدنت هستش که این سریال با ژانر درام و پزشکی. این سریال نسبت به سریال های دیگه که در این ژانر هستن به نظر من متفاوته، چون این داخل این سریال قرار نیست شما دکتر باهوش ببینید که یهو فکری به ذهنش میرسه و قرار کار غیر ممکنی رو ممکن کنه. این سریال واقعیت های این رشته رو نشون میده، سختی‌هاشو، و قرار داخل این سریال افراد متفاوتی ببینید که دکتر شدن و در این بیمارستان کار میکنن. مخصوصا آدمی رو میبینید که هیچ علاقه‌ای به انجام دادن این کار نداره و مجبور بعد 2 بار استعفا دادن بازم داخل این رشته کار کنه. این سریال در روزهای یکشنبه و شنبه از کانال TVN کره پخش میشه و چهره‌های نوظهوری هم داخل این سریال بازی میکنه و به شدت سریالی هستش که وایب خیلی خوبی داره. پیشنهاد میکنم حتما این سریال رو ببینید. دومین سریالی که قرار بهتون معرفی کنم سریال بیمه طلاق با بازی لی دونگ ووک که محبوب الفای کسایی که کیدراما هستن، مخصوصا سریال روبای 9 رو دیدن. خب این سریال در مورد فردی به نام گی دو جون هستش که 3 بار ازدواج کرده و هر 3 بار هم طلاق گرفته. اون کارشناس بیمه هستش و میاد در مورد بیمه طلاق صحبت میکنن. اساسا قسمت اول این سریال رو ببینید یک شروع متفاوت و غافلگیر کننده‌ای داره. این سریال با ژانر درام، عاشقانه و کمدی هستش. 12 قسمته و الان هم پایان یافته به تازگی. ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید و ویدیوهای قبلی رو حمایت کردیم و ازتون خیلی ممنونم. این روزا کمتر سریال دیدم با خاطر امتحانات و اینا، اما سعی میکنم سریال های خوبتری رو ببینم و به شما معرفی کنم و همچنین یه دورگرافی دیگه از یه بازیگر دیگه براتون قراره بگیرم ویدیوشو براتون بذارم. اگه دوست داشتین اینطور ویدیو رو حتما مورد سابسکرایب کنید که بتونین ویدیوی بعدی رو هم ببینید. خدا نگهدارتون تا ویدیوی بعد.